چشماتو ببند و تصور کن وارد روستایی شدی که انگار از دل یک کتاب افسانه بیرون اومده. خونه‌هایی اونقدر کوتاه که باید خم بشی یا حتی 4 دست و پا بری داخل. کوچه هایی که خیابون نیستن بلکه پر از آبن و مردم با قایق توش رفت و آمد میکنن. روستای دیگه‌ای که مردمش به زبونی حرف میزنن که حتی یک کلمه‌شو نمیفهمی، انگار یه تیکه از اروپا وسط ایران جا افتاده. یا حتی جایی که زمان متوقف شده، بدون برق، بدون ماشین، بدون هیچ چیز مدرنی. عجیبه. شاید فکر کنی اینا صحنه‌های یه فیلم فانتزی یا بازی کامپیوتریه، اما همش واقعیه. اینا روستاهاییه که همین الان، همین لحظه تو ایران وجود دارن. امروز با هم میریم سراغ عجیبترین روستاهای ایران، جاهایی که باور نمی کنی واقعی باشن. پس اگه دنبال یه سفر شگفت‌انگیزی که مغزتو منفجر کنه، تا آخرین ویدیو بمون. ایران همیشه به تاریخ و فرهنگش شناخته میشه. تخت جمشید، نقش جهان، بازارهای قدیمی. اما یه بخش دیگه از ایران هست که خیلیا حتی نمیدونن وجود داره. روستاهایی عجیب، شگفت‌انگیز و پر از راز. از سرزمین لیلیپوت‌ها تو خراسان جنوبی تا ونیز ایران در دل تالاب‌های خوزستان، از روستاهایی که مردمش به زبونی ناشناخته حرف میزنن تا روستایی که هزاران سال قدمت داره و تو دل کوه ساخته شده. امروز با هم قرار سفری متفاوت داشته باشیم، سفری به 8 روستای عجیب ایران که هر کدوم داستانی دارن شبیه به فیلم‌های سینمایی. اولین ایستگاه سفرمون ماخونیکه، روستایی مرزی در خراسان جنوبی. بهش میگن سرزمین لیلیپوت‌ها. دلیلش واضحه. تا همین چند دهه پیش بیشتر مردم اینجا قدی حدود 1 متر داشتن. وقتی وارد ماخونیک میشی، اولین چیزی که جلب توجه میکنه خونه هاست. درهایی کوتاه، سقف‌هایی پایین، اتاق‌هایی کوچیک که انگار برای آدمای مینیاتوری ساخته شدن. برای وارد شدن باید خم بشی و همین باعث میشه که فکر کنی وارد دنیای کوچولوها شدی. علت کوتاه قدی مردم هم ژنتیک بوده هم تغذیه. ماخونیک به خاطر دورافتادگی دسترسی به مواد غذایی متنوع نداشته. مردم بیشتر با گیاه‌ها و غذاهای ساده زندگی می‌کردن. حتی تا سالها چای و گوشت نمی‌خوردن، چون باور داشتن اینا چیزای مضر و عجیبی هن. امروزه نسل جدید قد بلندتر شده، اما کوچه های باریک، خونه های کاهگلی و رسم و رسومات خاص هنوز همون حس افسانه‌ای رو نگه داشتن. اطراف روستا هم پر از غارها و طبیعته که ماخونیک رو تبدیل به مقصدی رویایی میکنه. بعد میریم به کرمان، به روستای تاریخی میمند، جایی که انگار خود زمین برای مردم خونه ساخته. میمند یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های جهانه، با قدمتی حدود 12,000 سال. مردم اینجا از دل کوه ها خونه ها رو تراشیدن. به این خونه ها میگن کیچه. بدون هیچ مصالح مدرن، بدون سیمان یا آجر، فقط با دست و ابزار ابتدایی. وقتی تو کوچه های میمند راه میری، حس میکنی وارد یه دنیای دیگه شدی. صدای قدم ها تو تونل های سنگی میپیچه، بوی دود هیزم از خونه ها بیرون میاد و همه جا تاریک و مرموزه. هنوز هم بعضی از مردم
به همون سبک باستانی زندگی میکنن. دامداری، کشاورزی و حتی درست کردن عسل طبیعی. اینقدر این روستا خاصه که یونسکو هم اونو تو فهرست میراث جهانی ثبت کرده. بازدید از میمند یعنی سفر به گذشته، جایی که تاریخ هنوز زنده است. حالا آماده شو برای عجیب ترین روستای ایران، ایستا در طالقان البرز. اینجا مردم تصمیم گرفتن از دنیای مدرن فاصله بگیرن. برق نه، ماشین نه، موبایل هرگز، حتی تلویزیون یا رادیو هم ندارن. انگار توی بعد دیگه زندگی میکنن. مراسم عروسی و عزا هم برگزار نمیکنن، چون باور دارن این کارها نشونه وابستگی به دنیای بیرونه. همه چیزشون ساده و ابتداییه، اما یکی از رسوم جالبشون زنشاهیه. روزی که زنها مدیریت کامل روستا رو به دست میگیرن. وقتی به ایستا نگاه میکنی حس میکنی زمان اینجا وایساده. سکوت کوه‌ها، رودهای زلال و نبود هر نشونه ای از تکنولوژی، اینها باعث میشه انگار وارد یه جهان موازی شدی. مقصد بعدیمون خراسان شمالیه. نزدیک اسفراین روستایی به اسم چهار برج هست که سالها یه راز عجیب رو تو خودش نگه داشته. خیلی از مردم و حتی حیوانات اینجا مثل گاو و گربه ها نابینا به دنیا می اومدن. دانشمندا سالها تحقیق کردن. بعضیا گفتن مشکل ژنتیکیه، بعضیا هم گفتن محیطیه، اما هیچ وقت دلیل قطعی پیدا نشد. همین موضوع باعث شده بود مردم اطراف از ازدواج با اهالی چهار برج بترسن. امروز با کمک پزشکی اوضاع بهتر شده، اما این راز هنوز تو تاریخچه روستا مونده. با وجود این همه چالش ها، مردم چهار برج قوی و امیدوار موندن و زندگیشونو ادامه دادن. طبیعت اطراف هم پر از مزارع سرسبز و چشماندازهای دیدنیه. تو قزوین نزدیک تاکستان به روستای زرگر میرسیم. اینجا واقعاً یکی از عجیب ترین جاهای ایرانه، چون مردمش به زبونی حرف میزنن که هیچ شباهتی به فارسی یا زبانهای محلی ایران نداره. این زبان رومانو نام داره و با حروف لاتین نوشته میشه. بعضیا میگن ریشش به کولیهای اروپا برمیگرده، بعضیا هم به روم باستان. هنوز معلوم نیست دقیقاً از کجا اومده. جالبتر این که مردم زرگر قد بلند و چارشانن و فرهنگشون پر از موسیقی و رقصهای محلیه. اگه به این روستا بری میتونی تو جشنهاشون شرکت کنی، صنایع دستیشونو بخری و حس کنی وسط یه دنیای دیگه‌ای. زرگر یه جور راز پنهانه که وسط ایران جا مونده. حالا وقتشه بریم جنوب، به خوزستان، جایی که روستای سراخیه وسط تالاب شادگان قرار گرفته. بهش میگن ونیز ایران، چون کوچه هاش پر از آبه. اینجا ماشین و موتور بی‌معنیه، همه چیز با قایق انجام میشه. تصور کن صبح از خواب پاشی، سوار قایق شی و بری خرید، یا بچه ها با قایق برن مدرسه. زندگی مردم اینجا با آب گره خورده. شغل اصلیشون ماهیگیریه و کنار تالاب پر از پرنده های مهاجره. طبیعت سراخیه اونقدر زیباست
که واقعا حس میکنی توی کارت پستال زندگی میکنی. برای همین بهش لقب ونیز ایران رو دادن. در کرمانشاه نزدیک پاوه به روستای حجیج میرسیم. بهش میگن ماسول سنگی. خونه‌هاش روی شیب کوه ساخته شدن و کاملا از سنگن. وقتی تو کوچه های حجیج راه میری بوی نان تازه کردی میاد. صدای موسیقی محلی پیچیده و رودخانه سیروان درست از وسطش رد میشه. منظره‌ای که درست میکنه شبیه یه نقاشی بهشتیه. مردم حجیج هنوز به فرهنگ کردی وفادارن. لباسهای محلی، غذاهای سنتی و رسمهای قدیمی همه جا دیده میشن. هوای پاک و طبیعت بکرش هم باعث میشه حتی یه ذره آلودگی پیدا نکنی. آخرین مقصد سفرمون سیرج در استان کرمانه. این روستا فقط چند کیلومتر با یکی از داغ‌ترین نقاط زمین فاصله داره. جایی به نام گندمبریان که دماش تا 70 درجه هم میرسه. اما سیرج درست کنارش پر از چشمه‌های آب گرم، باغ‌های سرسبز و درختای سروه. این تضاد عجیب سیرج رو تبدیل به یه بهشت وسط کویر کرده. چشمه‌های آب گرم خاصیت درمانی دارن و سروهای 1000 سالش انگار قصه های تاریخ رو برات تعریف میکنن. جایی که هم آرامش داره هم شگفتی. خب رفقا، سفرمون به عجیب ترین روستاهای ایران اینجا تموم شد. اما داستان این جاهای شگفت‌انگیز هیچ وقت تموم نمیشه. از ماخونیک با خونه های لیلیپوتی گرفته تا سراخیه که توش قایق سواری میکنی، هر کدوم از این روستاها یه دنیای جداگانه هستن. حالا نوبت شماست. توی کامنت ها بگین کدوم یکی از این روستاها رو دوست دارین ببینین، یا اگه خودتون یه جای عجیب تو ایران میشناسین حتما برامون بنویسین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کانال آفوقات رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنین تا هیچ ویدئوی جدید رو از دست ندین. و یادتون باشه خیلی زود ادامه این ماجراجویی رو با هم میبینیم، جایی پر از شگفتی های تازه.